ژوزه مورینیو در سال 2026 دوباره به رئال مادرید برگشت. بازگشتی که میتواند فوتبال اروپا را تکان دهد. حالا باید ببینیم آیا مورینیو میتواند دوباره رئال مادرید به قله فوتبال اروپا برساند یا نه. به نام خدا، سلام، من عرفانم از تکتیکال زون. امروز اومدیم در مورد پروژه ژوزه مورینیو و انتخاب ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی رئال مادرید صحبت بکنیم. آیا این انتخاب درستی بود؟ انتظاراتی که میشه از ژوزه مورینیو داشت چیه؟ و کلی تحلیل و اینا که ببینیم آیا ژوزه مورینیو میتونه به رئال مادرید در این فصل و توی اولین فصل حضور خودش به عنوان سرمربی رئال مادرید کمک بکنه یا نه. خب اول از این شروع بکنیم که اصلا ژوزه مورینیو چرا انتخاب شد و آیا این انتخابی بود که هواداران رئال مادرید تا قبل از انتخاب انتظارش رو داشته باشن یا نه. خب ما اینو میدونیم که آقا ژوزه مورینیو با فلورنتینو پرز یک رابطه خیلی خوبی دارن و همیشه تونستن این رفاقت و دوستیه رو حفظ بکنن و از این طریق هم خب خیلی از هواداران رئال مادرید انتظارش رو داشتن که این شخص ژوزه مورینیو دوباره به رئال مادرید برگرده، چون نه فقط رفاقتی با فلورنتینو پرز داشت بلکه هوادار رئال مادرید هم خیلی 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 ژوزه مورینیو رو دوست داشتن و خب یکی از سرمربیای محبوب هواداران رئال مادرید هست ژوزه مورینیو، کسی که خب به عنوان سرمربی توی دور اولش نتونست دیگه قهرمان پار ببره، ولی خب کارهایی رو کرد که هر سرمربی نتونست انجام بده. یه فوتبال درست، یه فوتبالی که با برنامه بود رو برای رئال مادرید به اجرا در میذاشت. تنها کسی بود که شاید توی این سالها تونسته توی دوران ریاست فلورنتینو پرز بازیکنایی که میخواد رو جذب کنه، نه بازیکنایی که فلورنتینو پرز میخواد رو. و خب این کاری کرد، چهره از ژوزه مورینیو ساخت که هواداران عاشقش بشن. خب یکی از حتی دلایلی که خیلی محبوبم شد این بود که خب اومد توی دور اولش یه باخت بد رو در مقابل بارسلونا داشت و 5-0 ال کلاسیکو رو واگذار کرد، ولی خب بعد از مصاحبه اومدش گفتش من یه بازی رو 5-0 میبازم ولی 5 تا بازی رو 1-0 نمیبازم، که همین اتفاق افتاد و اومد جبران کرد و خب تونستش بارسلونا رو ببر. بارسلونای خطرناک فوق‌العاده پپ گواردیولا رو که یه جوری بارسای پرایم رو تونستش متوقف کنه با اولین بار فکر کنم اگه اشتباه نکنم توی تاریخ رئال مادرید تونست با 100 امتیاز قهرمان لالیگای اسپانیا بشه. خب پس شاید این ما رو میرسونه به این که آقا انتخاب ژوزه مورینیو دور از ذهن نبود، هرچند که شاید توی اون تایمی که ژابی آلونسو اخراج شد خیلی پس نمیزدیم که قرار ژوزه مورینیو دوباره به رئال مادرید برگرده. خب از تایمی که آربلو تا پایین فصل روی نیمکت رئال مادرید نشست این حسه بیشتر شد که احتمال داره ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی رئال مادرید برگرده و روی نیمکت این تیم بشینه. خب گزینه‌های جالبی برای نیمکت رئال مادرید تو اون تایم مطرح میشد، مثل یورگن کلوپ که اصلی ترین شاید گزینه و اصلی ترین رقیب ژوزه مورینیو بود، که ریکلمه که توی رقیب انتخاباتی فلورنتینو پرز بود و رای نیاورد، که البته با اختلاف نزدیکی بعد از سالها رای نیاورد. او وعده داده بودش که یورگن کلوپ رو در صورت انتخاب شدنش میاره و از اون طرف پرز هم گفته بود آقا من ژوزه مورینیو رو میارم، که حالا خب پرز طبق انتظارات برنده شد و ژوزه مورینیو به رئال مادرید برگشت. خب توی اون تایم‌های خب گزینه‌های دیگه مطرح میشد مثل آنتونیو کونته و چند تا سرمربی این مدلی که حالا در حد شایعه بودن بیشتر تا واقعیت. خب حالا الان میرسیم این که آقا اصلا چرا مورینیو رو رئال مادرید برگردون و اصلا چرا رئال مادرید به ژوزه مورینیو احتیاج داشت واقعا. رئال مادرید خب میدونیم یعنی توی 2 فصل اخیر جام نبرده و مدیریت رختکن هم شده مهمترین و بزرگترین مسئله رئال مادرید و این چیزیه که خب خیلی رو مخ هواداران رئال مادرید رفته و همینطور رو مخ مدیریت که نه آربلو تونستش مدیریت رختکن رو درست بکنه، نه ژابی آلونسو تونستش این اتفاق رو رقم بزنه و حتی شاید توی فصل آخر کارلو آنچلوتی هم مدیریت رختکنه داشت از دست کارلو آنچلوتی در میرفت و سر همین هم حتی شاید کارلو آنچلوتی توی آخرین فصل خودش نتونست به شکل درستی موفق بشه. و خب ژوزه مورینیو کسیه که باج نمیده به بازیکن و مثلا کارلو آنچلوتی نیستش که خیلی عزیز دردونه‌شون بکنه بازیکن‌ها رو و خیلی بهشون بها و باج بده و خیلی بزرگشون بکنه. ژوزه مورینیو همچین اخلاقی نداره و از اون طرف هم مثل ژابی آلونسو نیست که خیلی تند و
بد بخواد با بازیکن‌ها برخورد بکنه تو تایمایی که نباید. حالا خب ژابی آلونسو از نظر من یک سرمربی خیلی خوب میتونه باشه در ادامه راه، ولی خب فعلا جوونه و کم تجربه است دیگه و خب انتظاری هم نمیره باید آزمون و خطا بکنه و بلد بشه اون راه درست رو پیدا بکنه. و اصلی ترین دلیلی که از نظر من رئال مادرید رفت سراغ ژوزه مورینیو مدیریت رختکنی بودش که ژوزه مورینیو بلده و میتونه به رئال مادرید بیاره و به رئال مادرید این مدیریت رختکنی کمک بکنه. قرار رئال مادرید ژوزه مورینیو چه چیزایی رو به اجرا در بیاره؟ احتمالاً توی سبک بازی، یه سبک بازیه که قرار مشخص باشه سبک بازی ژوزه مورینیو چیه دیگه، دفاع ضد حمله، و یه سبک بازی مشخصیه که رئال مادرید خیلی دنبال این اتفاق بود. کارلو آنچلوتی خب همچنین سبکی رو نداشت، سبکی متعادل داشت که با توجه به بازیکنایی که داشت سبک بازیش متفاوت بود. و از اون طرف ژابی آلونسو اومد این کار رو انجام داد، یه سبک بازی مشخص رو به تیم اضافه بکنه که خب نتونست و نشد و این اتفاق رو رئال مادرید نتونستش به دست بیاره. یعنی داشت میشد که خب مدیریت رختکنه اجازه نداد به ژابی آلونسو. از طرف آربلو اومد که اصلا مربی خوبی نبود واقعا و بلد نبود دیگه، نه تاکتیک بلد بود، نه پستی که بازیکن باید درست و به درستی بازی بکنه رو بلد بود و حتی رفتارش با بازیکن هم درست نبود. کیلیان امباپه رو گذاشتش بیرون و توی مثلا یکی از بازی رو که الان یادم نمیاد دقیق کدوم بازی بود بازی نداد و ازش پرسیدن که چرا امباپه رو بازی ندادی؟ گفت من بازیکنای بهتر از کیلیان امباپه دارم و این بازیکن گزینه 4م منه و من 3 تا بازیکن بهتر از رو دارم. خیلی حرف عجیب غریبی بود که مثلا نمیدونم انریکو مثلا بازی بده، یعنی تو انریکه که واقعا بی مصرفه رو از امباپه بالاتر میده، اصلا خنده‌دار بود دیگه، کلا آدم عجیب غریبی بود. خب میگم ژوزه مورینیو اولین شاید تغییر بزرگش سبک بازیش باشه، یه سبک بازی مشخص رو به رئال مادرید بده که این خیلی چیزی که به رئال مادرید میتونه کمک بکنه. و از اون طرف هم شاید یه خورده درگیری‌های زیادی رو قرار به رئال مادرید بده. مربی رئال مادرید تو این چند ساله مربی آرومی بودن. آربلا خودش خیلی درگیر نمیشد، کارلو آنچلوتی که خب خیلی آروم بود و ژابی آلونسو هم خب خیلی پرخاشگر نبود، ولی خب ژوزه مورینیو همچین آدمی نیست، آقای خاصه دیگه به هر حال و قراره قطعا تو کنفرانساش قراره و توی خود زمین بازی روی مخ تیم حریف بره، روی مخ تیم سرمربی حریف بره، کاری که خب توی دوره اولش توی رئال مادرید با پپ گواردیولا خیلی انجام داد، کلی درگیری لفظی رو داشتن و این به نظر من دو تا نکته‌ایه که قرار رئال مادرید خود تغییر بکنه و یه رئال مادرید به نظر من بی‌رحم رو میتونیم ببینیم که به نظر من خیلی میتونه جذاب و قشنگ باشه این رئال مادرید. خب چه کسانی میتونن تو رئال مادرید ژوزه مورینیو ستاره بشن؟ خب میدونیم رئال مادرید خط هافکی که داره با توجه به سیستم مورینیو مهمه. مثلا خب توی رئال مادرید اوزیل مثلا توی دور اول ژوزه مورینیو که بازیکن مهم بود و از نظر من جود بلینگهام هم میتونه این دوره یکی از بازیکن‌های مؤثر و ستاره رئال مادرید باشه. خب وینیسیوس هم اگر که ژوزه مورینیو بتونه مدیریت رختکن رو به دست بیاره و وینیسیوس رو آروم بکنه و بتونه اون وحشی بودن رو ازش بگیره و اون رفتار بد وینیسیوس رو بخوابونه، میتونه وینیسیوس هم یکی از بازیکن‌های خیلی خوب رئال مادرید بشه. واقعا میدونیم دیگه بازیکنی که استعداد فوق‌العاده‌ای داره، خوش تکنیک، جذاب سبک بازیش و میتونه خیلی از وقتایی که تیم حریف لو بلاک میچینه از لو بلاک رو بشونه و بتونه بر رئال مادرید موقعیت ایجاد بکنه، ولی به شرط اینکه بتونه رفتار خودش رو کنترل بکنه و امیدوارم اگه ژوزه مورینیو همون شخص به نظر من دور اول رئال مادرید باشه میتونه این کار رو انجام بده و میتونه کیفیت فنی بازیکناشو بهتر بکنه و مدیریت رختکن رو به دست بگیره. و به نظر من یکی از بازیکن‌های خیلی خوب میتونه جود بلینگهام باشه، یکی از بازیکن‌های خیلی خوب میتونه امباپه باشه و همینطور وینیسیوس جونیور. ولی خب میگم رئال مادرید الان بزرگترین نقطه ضعفی که الان داره در پست هافبک دفاعیه که متأسفانه نمیتونه رئال مادرید الان بازیکن خوبی رو داشته باشه توی پست که رودری رو از دست داد و یک هایجک خیلی بد برای رئال مادرید اتفاق افتاد متاسفانه و رودری از رئال مادرید به بارسلونا منتقل شد که خب کسایی که اول رئال مادرید بودن که یکیشون خود منم خیلی عصبی شدیم که پرز واقعا خیلی راحت بازیکنی که چراغ سبز نشون داده بود به رئال مادرید و خیلی راحت میتونست جذبش کنه رو با یه اشتباه بد از دست داد و
این بازیکن رو از دست و حالا الان موندن که آقا جانشینش کیو بیارن. انزو فرناندز هست که نمیدونم چلسی بده یا نه. خب خود چلسی هم الان سرمربیش یابی آلونسو که قطعا زخم خورد در رئال مادرید و شاید به همین سادگی ها نده انزو فرناندز رو و بتونه کار رئال مادرید رو سخت بکنه. رئال مادرید میگم الان مهمترین پستی که باید بازیکن بخره هافبک دفاعی، البته با توجه به سیستمی که ژوزه مورینیو میخواد بازی بکنه، ولی خب با توجه اگه بخواد 4-2-3-1 یا 4-3-3 که یه هافبک دفاعی داره رو بچینه، یه هافبک دفاعی حتما، یه هافبک دفاعی خوب، نه یه هافبک معمولی، یه هافبک دفاعی خوب، حالا میاد در سطح رودری فکر نمی‌کنم الان توی بازار پیدا بشه، ولی خب حداقل یه لول حداقل پایین‌تر از رودری و نزدیک به رودری رو بتونن بخرن که الان بهترین بازیکنی که میتونن برای این پست به نظر من بخرن انزو فرناندز هستش. بخوایم برسیم به پروژه نقل و انتقالاتی که ژوزه مورینیو داره، تا قبل از رودری یک پروژه نقل و انتقالی فوق‌العاده رئال مادرید داشت. دیومانده رو خرید که می‌دونیم رئال مادرید الان چند فصله که وینگری مشکل داره دیگه. وینگر چپش خب وینیسیوس بوده، بازیکن خوبیه، خب وینگر راست نتونسته اون بازیکنی که میخواد رو جذب بکنه و خب دیومانده با اینکه خودش پست اصلی هافبک وینگر چپه، میتونه توی وینگر راست هم بازی بکنه و به رئال مادرید کمک بکنه و این دیومانده خرید خیلی خوب برای رئال مادرید بود. ولی خب دفاع چپ هم خیلی تو رئال مادرید مهم بود که خب کوکورلا اومد و کوکورلا به رئال مادرید منتقل شد و این بازیکن خیلی تو کمک کنه. تو دفاع راستش این بازیکن خوب خرید، دونفریز رو خرید که حالا اینکه آیا دونفریز بازی کنه یا آرنولد، اینو بعد ببینیم که کی قراره توی اون پست بازی بکنه. و میگم الان رئال مادرید تو پست دروازه‌ش هم کورتوا اصلا بهترین دروازه‌بان به نظر من چند سال اخیر فوتبال دنیاست و به نظر من حداقل نظر من دروازه نیست که روی دست کورتوا وجود داشته باشه. برای پست دفاع هم بازیکن خوبی رئال مادرید داره تقریبا، ولی میگم پست مهم الان رئال مادرید یه هافبک دفاعی بازیساز، یه هافبک دفاعی جنگنده، توپ بگیر خوب در سطح رودریه که میگم رودری اصلا عجیب غریب رئال مادرید از دست داد. حالا اینکه چه بازیکنی رو بخرن، آیا انزو فرناندز بیاد یا نه مشخص نیست و این بازیکن اگه انزو فرناندز بیاد به نظر من میتونه خیلی کمک بکنه. و میگم الان پست هافبک دفاعی برای رئال مادرید خلأ دیگه، اگه اونجا رو بتونن به بهترین شکل ممکن پوشش بدن، به نظر من رئال مادرید یک پروژه نقل و انتقالاتی خیلی خوب رو زیر نظر ژوزه مورینیو داشته. میدونیم پرز آدمی نیست که بخواد بازیکن بخره و همیشه اینجوریه که تیم ما تکمیل تیم خوبه. ببین ژوزه مورینیو چه قدرتی داشته که تونسته همینجا بازیکن بخره و واقعا دم ژوزه مورینیو گرم. و خب یه چیز قشنگی که به نظر من قرار تو تیم ژوزه مورینیو ببینیم و قبل‌ترش هم گفتم، یه جنگ جذاب تو ال کلاسیکو قراره ببینیم، چه لحاظ روانی چه لحاظ تاکتیکی، و به نظر من میتونیم یک ال کلاسیکوی بعد از مدت‌ها خیلی جذاب رو ببینیم. خب ال کلاسیکو همیشه جذاب بوده، همیشه برنده داشته تو این چند ساله و به نظر من میتونیم دوباره یک ال کلاسیکوی خیلی خوب رو ببینیم که من به شخص امیدوارم هر سری که ال کلاسیکو قرار برگزار بشه رئال مادرید برنده بشه. ولی خب بازم میگم ال کلاسیکو خیلی الان سخت شد. رئال مادرید خب بهتر شد شرایطش، رئال بارسلونا فوق‌العاده شده، تعارف نداریم. الان یک خط هافبک درجه یک رو بارسلونا داره و با رودری و پدری اصلا تونستن یک خط هافبک درجه یک رو بسازن و به نظر من در حال حاضر توی فوتبال اروپا بهترین خط هافبک رو رئال بارسلونا داره و سر همین میتونه به رئال مادرید خیلی کمک کنه. الان دیگه فقط قرار نیست دفاعی که بارسلونا میکنه با خط آفسایدش باشه، میتونه با مالکیت توپ، حفظ مالکیت توپ وقت کشی بکنه اگه میخواد وقت کشی کنه و دفاع کنه و حتی با همون پاسکاری و مالکیت توپی که خط دفاعش میتونه بهش کمک بکنه، میتونه موقعیت بسازه و کار رو برای رئال مادرید خیلی سخت بکنه. ولی خب می‌دونیم ژوزه مورینیو تونسته بارسلونای پرایم رو دوره پپ گواردیولا با توجه به تاکتیکا، با توجه به فشار روانی که روی تیم حریف مینداخت، این تیمو شکست بده. یه بار باخت، بعد باخت، ولی خب تونست برگرده رئال مادرید شرایط خوبی رو به دست بیاره و به نظر من سر همین میگم ال کلاسیکو میتونه خیلی خوب باشه. خوب انتظاراتی که از ژوزه مورینیو هستش چیه؟ به نظر من توی اولین فصل حضور ژوزه مورینیو قراره یه انتظار داشته باشه که آقا بیاد یه جام ببره، حالا چه جامی رو، یه جام خوب، چمپیونز لیگ نشون. به نظر من خیلی سخته، تیمای بهتر از رئال مادرید هستن، ولی خب لالیگا رو شاید بتونه مورینیو ببره. ولی میگم اولین فصل و مهمترین دغدغه‌ای که ژوزه مورینیو داره توی اولین فصل حضور خودش توی رئال مادرید
قطعاً مدیریت رختکنی که باید بتونه به بهترین شکل ممکن انجام بده و اگه بتونه مدیریت رختکن رو به دست بگیره و شرایط رختکن رو و اون درگیری‌های مسخره‌اش رو جلوشون رو بگیره، میتونه که اتفاق خیلی خوب باشه و کمک کننده باشه برای فصل دوم سوم ژوزه مورینیو در صورت موندنش توی رئال مادرید. به سر همین میگم به نظر من ژوزه مورینیو آدمی هست که میتونه این کارو بکنه و میتونه به نظر من به رئال مادرید خیلی کمک بکنه. خب مهمترین مأموریت ژوزه مورینیو تو طی که قراره فهمه به رئال مادرید باشه چیه؟ اولیش قطعاً قهرمانی توی لیگ قهرمانان اروپاست و اگه بتونه این عنوان رو برای خودش بکنه، تونسته بیشتر از قبل خودش رو تو دل هواداران رئال مادرید جا بندازه. کسی که خب شاید نسبت به کارلو آنچلوتی، زیدان جام‌های کمتری با رئال مادرید برنده شده و برده، ولی محبوبیتش شاید بیشتر از زیدان و کارلو آنچلوتیه و خیلی هوادار رئال مادرید او رو بیشتر از این دو تا سرمربی دوست دارن و اگر بتونه چمپیونز لیگ رو بگیره و جام‌های بیشتری بگیره، این حس دوست داشتن و این حس علاقه میتونه تاریخی بشه و شاید هیچ سرمربی نتونه از این سرمربی محبوب‌تر بشه توی سانتیاگو برنابئو. دومین مأموریت خب گفتم مدیریت رختکنه که به نظر من توی تایم کوتاه میتونه به دست بیاره و نیاز به تایم بلند مثل چمپیونز لیگ نداره. چمپیونز لیگ میگه تایم بلندش شاید 2 تا 3 فصل باشه، ولی خب اولین دغدغه و توی تایم کوتاه رئال مادرید مدیریت رختکن است که باید بتونه ژوزه مورینیو به بهترین شکل ممکن انجام بده. و خب یه مأموریت سومی هم که هستش و خب میتونیم بگیم خیلی جذاب میتونه باشه، بردن سگانه برای رئال مادرید. تا حالا سگانه نگرفته و اگه بتونه ژوزه مورینیو این کار انجام بده، اصلا یه محبوبیتی به دست میاره که واقعا دیگه فکر نمی‌کنم هیچ سرمربی تو تاریخ بتونه این محبوبیت رو تکرار بکنه. خب برسیم به اینکه آقا من فکر میکنم رئال مادرید میتونه لیگ قهرمان‌ها رو بگیره و میتونه تو چند سال چه کارهایی انجام بده. من خب میدونید که کلا بررسیام توی 3 فصل آینده است. میگم تو فصل آینده این تیم با این مربی میتونه چیکار بکنه. به نظر من ژوزه مورینیو تو اول فصلش میتونه به بهترین شکل ممکن قهرمان لالیگا بشه، این حسی که من دارم، و میتونه مدیریت رختکن رو توی رئال مادرید به دست بگیره و میتونه بازیکن‌ها رو به بهترین شکل ممکن کنترل بکنه و توی دومین و سوم فصل خودش به نظر من میتونه یه چمپیونز لیگ و دوباره یه لالیگا رو به دست بیاره و امیدوارم این اتفاق بیفته و ژوزه مورینیو یک پروژه فوق‌العاده موفق‌تر حتی از دور اولش رو بتونه به دست بیاره و دهن منتقداش رو ببنده. خب خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. امروز بررسی کردیم توی این ویدیو که آیا میتونه مورینیو موفق باشه و خب چه انتظاراتی از تیم ژوزه مورینیو قرار داشته باشیم. من که خیلی برای ژوزه مورینیو حس خوبی دارم و احساس میکنم که خیلی میتونه اتفاقات خیلی خوبی رو برای رئال مادرید به دست بیاره و اتفاق خیلی خوب برای رئال مادرید اتفاق بیفته. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. ارادتمند. فعلا.